فانزلنا به الماء، ما روان میکنیم بالای همی جای خشک، ماء آبا. فانزلنا به الماء، ما روان کردیم بهی توسط نمی ابر آبا، روان میکنیم طرف زمین. فاخرجنا به، میکشیم توسط نمی باران، من کل الثمرات، از هر نوع میوه، هر قسم میوه را الله پیدا میکنه. فاخرجنا به، ما کشیدیم به توسط آبی باران، من کل الثمرات، از هر نوع تولیدات. اینجا بعضی مفسرین مراد از میوه ها را میگیره که درخت ها و دانه ها میه، لیکن بعضی میگه که مطلق تولیدات شامل میشه. من فاخرجنا به، ما میکشیم توسط آب. چرا میکشیم؟ من کل الثمرات، از هر نوع میوه را. انسان چرا فکر نمیکنه یک آب است، در یک زمین است؟ درختها چرا در برگاه هم با هم مخالفت داره، در سخنا هم با هم چیستم مخالفی چهره هاستن، در حالی که باغ یکی است، آبم از یک طرف میخوره لیکن چهره های گوناگون است. فاخرجنا به، میکشیم توسط آب، من کل الثمرات، هر نوع میوه ها را. کذالک نخرج الموتى، اینمی قسم ما میکشیم مرده ها را. لعلکم تذکرون، بخاطری که شما پند و نصیحت بپذیره، از آخرت غفلت نکنه، بیخبر نباشه. یکی از جمله فلسفه بهار و زمستان آمدن امیسته. ما مشاهده میکنیم درختها مکمل در زمستان برگام نمیمانه، گلا هم میریزه، بلکه برق خودش. فاخرجنا به، ما میکشیم توسط باران، من کل الثمرات، از هر نوع تولیدات یا میوه ها. کذالک، اینمی قسم که اینمی میوه ها را میکشیم، در حالی که در اولی بهار تمام درختها را میبینی، دشت میبینی که خشک است، درختها هیچ نوع تازگی نداره، لیکن الله متعال بارانا را میکنه، یک دم درختها شکوفه گل برگ میکنه. الله متعال میفرماید کذالک نخرج الموتى، اینمی قسم ما میکشیم مرده ها را، یعنی آنانی که در قبر فرو رفتن. مردمی تصور و فکر نکنن که یا خاک شدن یا بعضی حیوانات خوردن شه، اینطور فکر نکنه، بلکه ما اینمی را میکشیم، اینمی قسم مرده ها را میکشیم. اینمی قسم باید از اینجا انسان تجربه بگیره که مرگ بعد از زندگی، بعد از مرگ حق است. چرا؟ همه سالم و شما در بهار تمامی همی گپا را مشاهده میکنیم، نمونه زنده کردن است. از او خاطر انسان باید درس بگیره. لعلکم تذکرون، بخاطر که شما نصیحت بپذیره و آمادگی برای آخرتتان بگیره. والبلد الطیب یخرج نباته، بله الله متعال تمثیل بیان میکنه برای انسان ها. باران الله از طرف بالا میه، شکی در اون نیست که خیلی شیرین است، شفاف هم است، تیز هم میه، کل زمین هم فرا میگیره، لیکن زمین ها با هم فرق داره. با وصفی که باران ماده حیات است، اینطور موادی است که توسط از او حیات و زندگی بری تو معلوم میشه. امی مثل که اینمی باران زمین زنده میکنه، ما بعضی زمین هاست که از سر آب جذب نمیکنه، هیچ نمیپذیره. بعضی زمین هاست که یک کمی میپذیره، خب به مردم دعوت داده نمیتونه، یعنی میوه و دانه قویش به مردم واضح نمیشه. انسان ها اینمی قسم است. وحی الله که کتاب الله قرآن کریم است، به مثل باران از طرف بالا می آید. والبلد الطیب، زمین پاک، زمینی که اهلیت داره، لیاقت پذیرش باران نداره. طیب امو زمین همیگه که شوره نباشه، هر چیز سبز میکنه. یخرج نباته، میبرایه چیزی رویدنی از او، به اذن ربی، به حکم پروردگارش. والذی خبث، کدام سرزمینی که او اهلیت نداره، قابلیت رویدن نداره، لا یخرج، نمیبرایه امو رویدنیش الا نکدا، اگر برایم خیلی ناقص است. کذالک نصرف الآیات، اینمی قسم بار بار گوناگون بیان میکنم دلایل توحید و یکتا پرستی خدا. لقوم یشکرون، برای قومی که واقعا در صدد شکر گزاری سپاس نعمت الله را در کرده میتونه. اینه در اینجا الله متعال میفرماید ببینی که الله بادا را پیدا میکنه، ابرا را میورداره، در نقطه میرسانه که الله خواسته که در اونجا باران کنه. زمین خشک میباشه، وقتی باران میاد زمین یک دم تر و تازه، گل و گلزار میشه، رونق پیدا میکنه و دشت و بیابان قابل دید است.
هر کسو دشت و بیابان خوش داره. الله متعال میگه ای دعوتگرا، وحی الله حیثیت باران داره، شما اینطور نشوه بادا پیدا شوه شما را در نقطه های مختلف ببره. از یک مدرسه توحید شما درس فرا گرفتی، لیکن انگیزه و عقیده پیدا شوه که شما را در مختلف جاها ببرتانه و در او جاها که مکمل خشک است یک دم شما حرکت شروع بکنی. نه حرکت که شروع کردی دشتا و بیابانی که تا آلی را نه گل دیده میشود نه بگوی گیاه، آلی یک دم گل و گیاه داره، رونق و زیبایی داره. شما دعوتگرای توحید اینمی قسم پراگنده شوید در بین روی زمین، در هر جای دعوت دین شروع کنه زمین یک دم رونق پیدا میکنه. خب شرطش چی هست؟ که شما خود باران فرا گرفته باشه، بعد از اون در گوشه گوشه بروی پراگنده شوید در گوشه گوشه. یک دوم درس بر ما میده، زمین ها تفاوت داره، بعضی زمین ها لیاقت و اهلیت چی را داره؟ پذیرش بارانه. زمین خیلی شیرین است، شورزار نیست که چیزی را سبز نکنه، بلکه هر چیز را سبز میکنه. الله متعال میگه رویدنی ازی که میبره به امر به اذن پروردگارید، یعنی قابلیت داره که چیسته آمده. والذی خبث، کدام زمینی که خبیث است یعنی اهلیتی کاریدن نداره، لا یخرجو الا نکدا، دانه نمیبره مگر خیلی ضعیف میبره. انسان های نمیطور است، وحی الله که آمده یکی پذیرش داره، میتونه از تمام منفعتی نمی وحی الله استفاده بکنه، یعنی اهلیت قابلیت فراگیری وحی را داشت. از او خاطر الله متعال قلبش مالامال ساخته. وقتی که قلبش مالامال ساخت گیاه میبراید، حتما ثمره سرش مرتب میشه. والذی خبث، که خبیث است شورزار واره که هیچ چیز نمیپذیره، لا یخرج الا نکدا، هیچ چیز هم نمیبره مگر اگر بره هم خیلی ضعیف است، به خاطری که اهلیت پذیرشی اینمی دعوت نداره. یک سوم گپ والبلد الطیب، اشاره به میکنه قرآن کریم با وصفی که فواید خیلی عام داره، حیثیت باران داره که بالای زمین میاد، لیکن زمین انواع و اقسام مختلف داره. یک زمین شیرین است، دیگه شورزار است، یکی تلخ است، دیگه عادی است. به اعتبار کاریدن این زمین ها فرق داره. چرا؟ قرآن کریم فایدهش خیلی عام است، اما به مثل باران واره است. بعضی مردم ها لیاقت شنیدن قرآن نداره، خب دیگه اهلیتی برداشتی قرآن نداره، ترجمه را شنیده مکمل دیگه سال ترجمه کرده میتونه، اهلیتش داره. یک کسی هست که هیچ نوع اهلیت نداره، از این خاطر انسان در اون طرف رجوع بکنه که در اونجا کارش ضرورتش تکمیل میشه. پس نکته چهارم در اینجا برای دعوتگر است، دعوتگر مایوس نشوه، هیچ وقت توقعی زیره نداشته باش که هر وقت من تقریر کردم بعد مردم جور باشه، ترجمه قرآن کردم مردم بفهمه. نه، مثل که فعالیت فاعل یا فعالیت مسئول خیلی ضروری است که بعد فعالیت بکنه، آرام نشینه، تغافلی نکنه. قابلیت مفعول هم ضروری است که او چیز قابل پذیرش هست یا نه، حیثیتش داره یا نه. از همون خاطر اینجا زمان یک چیز ثمره پیدا میکنه که هم فعالیت فاعل باشه و هم اثرپذیری مفعول باشه، که از اونمو چیز فایده گرفته شود. آلی قرآن برای فایده عام است، اما مردم دیگه از این فایده نمیگیره و در وظیفه دیگه مبتلا هستند، مصروف هستند. دیگه اینجا دعوتگر مایوس نشوه. در بعضی جاها میری کلی مردم میپذیره، در بعضی جاها میری که هیچ سخنی تکس گوش نمیگیره، الا که داخل چی میکنه؟ یک نفر بگویه که من امرای تستم، دیگه با مثل امو تیغی است که خیلی ضعیف میبره. کذالک نصرف الآیات، اینمی قسم ما بار بار بیان میکنیم الآیات دلایل یکتا پرستی را یا احکام خدا لقوم یشکرون، برای قومی که در صدد شکرگزاری و سپاسگزاری است. این مردم ها قدری نعمت ها را میدانه، از همون خاطر در هر طرف یا در تلاش خدمت دین می باشه. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بعد از الله متعال 6 نمونه داستان انبیاء علیهم السلام در اینجا شروع میکنه. داستان انبیاء علیهم السلام
جنبه خیلی تربیتی داره، بسیار آموزنده است. نکات خیلی مهم برای دعوتگران مشخص میشه، برای مدعوین هم کسایی که دعوت داده میشه برای از اون بعضی نکته ها خیلی ضرور می باشه. در 6 داستان انبیاء علیهم السلام 3 نکته مشترک وجود داره. اول، هر پیغمبر دعوت به سوی توحید الله داده، یک پیغمبر هم به دعوت توحید نیست. دوم گپ که مشترک است تکذیب است. پیغمبر که آمده مردم گلاره در گردنش ننداخته، بلکه تهمت ها را در حقش کرده. یا آدم آمده بچه را از پدر جدا کرده، دختر از مادر، یکی میگن دیوانه است. کل مردم یک طرف است، یک نفر پیدا شده حالی میخواه که کل مردم از طرفی خود چپه کنه. دیوانه نیست. دیوانه کی نمیگه؟ مخالفت فرهنگی عمر دیوانگی میگه مردم. کل مردم یکسان است، دیگه سان است. گاهی میگه شاعر است. شاعر به خاطر میگه وقتی که کلامش میشنوه که خیلی معاصر است، نه میگه البته شعر میگه. گاهی ساحر میگه برش که قلبای مردم یک ترجمه قرآن کریم یا دعوت قرآن کریم نرم میسازه. باز چی میکنه؟ این دوم تکذیب است، یعنی پیغمبرها دعوت توحید داده، قوما در مقابلش خیسته تکذیب کرده. هر پیغمبر، یک پیغمبر همیطور نیست که مردم قبول کرده باشه. علتش چیسته؟ پیغمبرها به او شریعت آوردن کرده که مطابق خواهش نفسانی از ما نیست. در سوره بقره چی میگه؟ او کلما جاءکم رسول لا تهوا به انفسکم. پیغمبر به او چیز آوردن کرد که خوش نداشت نفسای شما. دیگه چیسته کذبتم، شما نسبت دروغ کرده. تکذیب کردن قوم پیغمبران را نقطه مشترک در بین کل پیغمبر است. سوم نقطه مشترک نزول عذاب الله بالای مخالفین است. این 3 نقطه مشترک در بین کل داستانهای انبیاء علیهم السلام است. برای دعوتگرا درس است. بله، پیغمبر که آمده دعوت پنهان کرده، کل مردم یک طرف روان است. کدام سخنی که تو دعوت میدی یگانه شخصی هستی که تنها توستی، کسی دیگری نداری، آیا تو ولی به مردم بیان کنی یا نکنی؟ قرآن برات میگه که هر پیغمبر که در قوم آمده یک نفر بوده، دعوت به دین داده، کل مردم مخالف بوده، از همون خاطر مردم ایره تکذیب کرده و ایره نگذاشته. ای دعوتگر، تو می دعوت ولو که یک نفر باشی، دعوت دین خامخا تو به مردم برسان. بله، مردم در مقابلت میخیزه، تکذیبت میکنه، تهمتا در جانت بسته میکنه، رقم تهمتا را پروایش نداشته باش. چرا؟ از تو که افضل ترین مخلوقات انبیاء علیهم السلام امی تکلیف ها را برداشت کرده، اما و میدان دعوت ترک نکرده، اعلان نکرده، از استقامت و صبر کار گرفته تا که نتیجه مرتب شده. تا وقت یا زحمت کشیده. سوم درس برای دعوتگرا است که دعوتگرا اینطور هم فکر نکنی که دشمنان مخالفینتان همیشه نیرو داره، همیشه سری قدرت است. نه، روز فرا میرسه که عذاب الله دامنگیر از او میشه. کدام پوستی که در قندهار مردم منع کرده بود از تبلیغ، میگم این مکمل از بین رفت. مکمل از بین رفت. کسی که مانع قرآن دعوت میشه عذاب الله میاد. اما عذاب الله متنوع است، مثل امتهای سابق واره گاهی مکمل همیطور هلاک میشه، گاهی الله متعال در اینطور یک بدبختی او را مبتلا میسازه که حقیر میشه. مردم مدحش خود چی میکنی که سلام سرش نمیپرده، در این سرحد میرسه. پس دعوتگر چون که در آخر الامر الله وعده داده که مخالفت از بین میبره، حرکت ادامه بده یا نه که توقف بده؟ ادامه بده. نترس از مردم که مردم قطم نیست. لقد ارسلنا نوحا، یقینا فرستاده بودیم نوح علیه السلام الى قومه، بسوی قومش. اشاره میکنه که نوح علیه السلام برای یک قوم بود و دمو وقت قوم بود، دیگه کسام نبوده. فقال یا قوم، اول آواز و دعوتش چی بوده؟ اهمیت توحید و یک تا پرستی الله برای شما واضح میشه حالی که پیغمبر اولین دعوت برای قوم خود از چی را داده. فقال، گفته یا قوم، ای قومی ما. کلمه میگه که یک کمی دل از او مایل شوه.
مردم نمیگه یک گمراه، این گمراه گفتی میخیزه در جان دیگه دیکی نمیزنی، خطی چپلقا میکشته. طریقی دعوت یاد بگی. پیغمبر خیسته مردم ها را میگه یا قومی، راستی در نسب یک جای هستن، حالی چی میگیم وطندارایم. ای قومی ما، اعبد الله، عبادت یک الله را بکنی، یک الله را. چرا؟ ما لکم من اله، نیست برای شما من اله، یک اله. کسی اله وجود نداره به نام اله، مستحق عبادت کسی وجود نداره. کلمه ما لا اله الا الله امی مطلب داره. لا اله نیست لایق عبادت الا الله، بغیر از کی؟ الله. عبادت حق الله است و از دیگرها چیست؟ منفی است. نفی کردی. این جمع میگه اعبد الله، خاص یک الله را عبادت کنید. چرا؟ ما لکم من اله غیره، نیست برای شما معبودی بر حق غیر از الله متعال. این آیت امرای هر پیغمبر تکرار میشه. آوازی اولی پیغمبر برای دعوت قوم خود عقیده توحید است. کدام رقم توحید؟ 3 قسم توحید داره. یکی توحید ربوبیت که اکثریت مشرکین مکه را میپذیرفتند، عالم میپذیره، خالق الله است، مالک الله است، رازق الله است، مدبر الله است. بگوی دیگه میراننده، زنده کننده، تدبیر کننده، عزت دهنده، ذلت دهنده، بگوی پاچایی دهنده، پس گیرنده الله هست. این توحید چی میگه؟ ربوبیت میگه. جنگ قوما قطعی انبیاء علیهم السلام سری توحید نبوده، این توحید میپذیرفتن. دوم قسم توحید الوهیت است. حق عبادت غیر از الله دیگه هیچ کس نداره، نه پیغمبر، نه ملک، نه جنی، نه انسی، نه ولی، نه صحابی، هیچ کس هم نداره. عبادت چی را میگه؟ نماز. عبادت چی را میگه؟ روزه. عبادت چی را میگه؟ تلاوت. عبادت هر قول و عملی که پسنده بر از کیست؟ این توحید الوهیت میگه. کل نزاع و جنگ پیغمبر امرای قومایشان دیره میگه. میگفتن بله مالک خو الله است، عبادت هم بر الله شوه، خو کم کمی دیگران هم در نظر بگیرید. چرا؟ واسطه است به پیش شدن الله. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما یا را واسطه جور میکنیم، به نام از یا نظرا میکنیم که یا خوش شو از ما. خبر نداره کی است تو، خبر نداره کجا هستی. چی کرده ای؟ اعبد الله، عبادت یک الله را بکنی. ما لکم، نیست برای شما من اله معبودی بر حق غیره غیر از الله متعال. انی اخاف، ما میترسم، علیکم بالای شما، عذاب یوم عظیم، عذاب یک روزی که خیلی بزرگ است و عذاب یا روز بزرگ است. هر دو معنا درست است. اگر شما دعوت مرا نپذیری ای قومی ما میترسم که شما به عذاب شوی. با قوم نمیگه که اگر نپذیرفتی شما مشرک کافر هستی. بازم کلمات ادبان معدب، کلمات خیلی ادبناک بیان کرده. باز چی میگه؟ قال الملأ من قومی، همیشه مخالفت رای دعوت کدام مردم میکنه؟ غټایت. کی میکنه؟ چرا غټایت مخالفت میکنه؟ اسلام قید و بند داره که بیا میگه زنا حرام، شراب حرام، سود حرام، فریب کاری حرام، قسم ناحق حرام. و این مردکه زوال که آمده، و این مردکه میخواه که این کلی کارا را بکنه، شراب بخوره، زنا را بکنه، مال غصب بکنه، بگوی این عیاشی بکنه، فحاشی بکنه. این طور است. انی اخاف، ما میترسم علیکم بالای شما، عذاب یوم عظیم، از عذاب روزی بزرگ. قال الملأ، گفتن غټایت مردمایی که کلان است، شکما را خوب پر کده، در مجلس که بیشینه مجلس پر میسازه، از خاطر را ملأ میگه. اصلی ملأ درباریا است. خب درباریا که پاچا را هر امرش چاپلوسی میکنه، صاحب صدا میکنه. اول مردم ها که مخالفت پیغمبر را کده امی مردم است. چه رقم؟ قال الملأ، گفتن مردمای کلانا غټایت من قومی، از قوم نوح علیه السلام، انا لنراک فی ضلال مبین، ما خود را میبینیم در گمراهی آشکارا، سخت بیراه شده ای. کل مردم یک طرف روان است، تو آمده ای برای ما یک راه دیگر، یک نفر هستی، ما را دعوت به او میدی. ما را دعوت، معلوم شد که سخت گمراه آدم هستی، نعوذ بالله. چرا؟
بخاطری که رای پدران یا کاره که سالا مردم روان شده ایره حق نمیدانی، ایره حق نمیدانی، تو میگه گمراستی. قال یا قوم لیس بی دلاله. بسیار جالب است. نوح علیه السلام میگه قوم ما نیست بالای ما گمراهی، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن ما فرستاده شدم از جانب پروردگار مخلوقات. ذمه‌واری است که امی ذمه‌واری خدا برسانم برای شما، ادای مسئولیت بکنم، سر شما احسان میسان نمیگذارم، فقط ادای مسئولیت میکنم. بلکه من رسول هستم از جانب پروردگار مخلوقات، و ذاتی که کل کائنات پیدا کرده از طرف از او مامور مقرر شدیم. ابلغکم رسالات ربی، میرسانم برای شما پیاما و احکام پروردگار خود از ذمه‌واری هایی که در دوش ما گذاشته. و انصح لکم، خیرخواهی شما را میکنم، یعنی دین براتان میرسانم، عقیده سفر براتان بیان میکنم که شما در جنت بری، از جهنم نجات بیابی. و اعلم، میدانم، من الله، ایگه پار از جان خود نمیگم، بلکه ما علم حاصل کردیم از جانب الله. ما اوتور علم را لا تعلمونه، که شما نمیدانه. نفی شما را خواهان هستم، شما را تعلیم میدم چیزی را که نمیدانی. او عجبتم من جاءکم، آیا شما تعجب کردی که آمد براتان ذکر من ربکم، ذکر از جانب پروردگارتان، علی رجل منکم، بالا یک شخصی از جنس خودتان، لینذرکم، که به شفقت شما را بیم بده از عذاب الله، ولتتقوا، دیگه که شما متقی شوی، تقوا را در خود پیدا بکنه که سبب قرب و نزدیکتتان به الله متعال میشه. ولعلکم ترحمون، دیگه به خاطر که سرتان رحم کرده شوه. هر پیغمبر آمده برای قوم خود گفته شما چرا ایره تعجب میکنه؟ این خود کار تعجب نیست. پیغمبرای دیگه آمده، اوی برای شفقت شما، برای فایده شما آمده. فکذبوا، نسبت دروغ به نوح علیه السلام کردن. فانجیناه، ما نجات دادم نوح علیه السلام، والذین معه، کسانی که امراه نوح علیه السلام بود، با امراهی نوح علیه السلام، فی الفلک، در کشتی نجات دادم. و اغرقنا الذین کذبوا، غرق ساختم و کسانی که نسبت دروغ میکردن بی آیاتنا، به دلایل توحید ما یا به احکام ما. الله متعال میگه انهم کانوا قوما عمین، یقینا نبود قوم خیلی کورانه حرکت میکرد. فانجیناه، نجات دادم نوح علیه السلام، و الذین معه، کسانی که امرای نوح علیه السلام بود، فی الفلک، در کشتی. و اغرقنا الذین، ما غرق ساختیم کسانی را کذبوا بی آیاتنا، که نسبت دروغ به دلایل توحید ما میکرد یا به احکام ما یا به آیات ما که وحی است. انهم کانوا قوما عمین، یقینا یا بودن قومی چی؟ قومی که کور بودن، حقیقت درک کردن نمیتونستن. چرا؟ به خاطری که نوح علیه السلام یا را نصیحت کرد، خیرخواهی شان میکرد و برشان اعلان هم کرد که کسی که دروغ دما مشاهده نکردی باز هم مرتکب دروغ میشی. انهم کانوا قوما عمین، یقینا یا قوم کور بودن، حقیقت درک نمیکردن. دعوتی که نوح علیه السلام میداد یا دو فکر و سوچ نمیکردن که نوح علیه السلام کدام طرف ما را دعوت میده. پس دایی داستان نوح علیه السلام که خیلی مدت عمر نوح علیه السلام در دعوت تیر کرده، با وصفی که مردم قوم زود ایمان نآورده، او مایوس نشده تا ای که خیلی مدت تیر شده. دعوتگر باید مسلسل دعوت بکنه، ولو که کسی جورم نمیشه. الله اجر و پاداش عملی تو را میده. اوی که بعضی مردم جور میشه، ای چی است؟ خوشبختی است، رحمت الله متعال است. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.